اما خب استحضار دارید که ما در رصد به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که جا داره تشکر خیلی خیلی ویژه بکنم از مدیر محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جناب آقای ترکمان و همچنین از جناب آقای ابراهیمی خیلی ویژه مدیر روابط عمومی سازمان تشکر بکنم که این بستر رو فراهم کردن تو بخش بین الملل ما. به هر شبکه جهانی قرآن و معارف سیماست و ما یه جورایی تو برنامه هامون جای ارتباط با کشورهای دیگر رو خالی میدیدیم. به همت و همراهی و همدلی این دوستان این امکان فراهم شده که ما در رصد یک بخش ویژه‌ای رو باز بکنیم و بپردازیم به فعالیت‌های قرآنی رایزنی‌های مختلف در کشورهای گوناگون که امروز و الان می‌خوایم یه سفری داشته باشیم به بوسنی و هرزگوین، جایی که رایزن محترم فرهنگی ما در اونجا هستند. به جناب آقای آمری سلام عرض می‌کنم و در خدمتشون هستیم و توضیحاتشون رو می‌بینیم و می‌شنویم و ببینیم که در بوسنی چه کارهای فرهنگی رو دارن انجام میدن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم شبکه قرآن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. کشور بوسنی و هرزگوین بالغ بر 3,800,000 نفر جمعیت داره که طبق آخرین سرشماری‌ها 51.8% این جمعیت رو مسلمانان تشکیل میدن و بقیه اونها رو مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک تشکیل میدن. در رمضان سال گذشته رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همونگونه که عرض شد با همکاری سازمان جمعیت اسلامی بخش فعالیت‌های قرآنیش رو در 2 بخش نمایشگاهی و هنری و همچنین بخش مربوط به گروه تواشی و قاری و حافظ قرآن در واقع اون رو ساماندهی کرد و نمایشگاه هنری قرآن کریم رو در 2 شهر سارایوو و توزلا برگزار کرد. این نمایشگاه رو علاوه بر شهر سارایوو در شهر بیهاج هم برگزار کردیم. شهر بیهاج مرکز کانتون اوناسانای بوسنی و هرزگوین هست و به علت فاصله‌ای که حدود 6 ساعت از مرکز این کشور داره کمتر این چنین فعالیت‌های فرهنگی در اونجا برگزار شد و خوشبختانه با استقبال زیادی که از سوی مسئولین این کانتون و همچنین مردم این استان به عمل اومد. با حضور نخست وزیر کانتون، وزیر فرهنگ کانتون اوناسانا، شهردار اوناسانا و مفتی محترم اونجا در برنامه افتتاحیه همگی حضور داشتند و برنامه با شکوهی برگزار شد. علاوه بر این مواردی که عرض شد، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارتباطات رسانه‌ای خوبی که در این کشور داره در صدد این هست که برنامه‌های قرآنی تولید شده در داخل کشور رو در اختیار شبکه‌های قرآنی، شبکه‌های تلویزیونی اینجا قرار بده. اطلاع دارید که سریال قرآنی حضرت یوسف در اینجا پخش شده و با استقبال بسیار زیاد مردم بوسنی و هرزگوین روبرو شده و از این دلیل به همین دلیل ما تشویق شدیم که بتونیم مستندهای قرآنی که در داخل تهیه میشه مثل مستند نشانه ها که توسط شبکه محترم قرآن تهیه شده رو بتونیم برگردان بکنیم و در اختیار شبکه‌های تلویزیونی اینجا قرار بدیم و علاوه بر اون هم با همکاری که با دانشگاه‌های مختلف بوسنی داریم از جمله دانشکده علوم اسلامی دانشگاه سارایوو بتونیم تعاملات دانشگاهی رو در حوزه علوم قرآنی بین 2 کشور افزایش بدیم و امیدواریم در آینده نزدیک بتونیم دوره‌های کوتاه مدت آموزشی قرآن کریم رو با محوریت علوم قرآنی برگزار بکنیم. بسیار سپاسگزارم. خب خیلی ممنونم از جناب آقای آمری. ما رصدمون رو داریم گسترش میدیم علاوه از فعالیت‌های داخل کشور. خیلی دقیق‌تر از قبل داریم رصد می‌کنیم فعالیت‌های قرآنی در کشورهای مختلف رو که انشالله در رصدهای آینده پروپیمونتر و پررنگ‌تر هم پیگیریش خواهیم کرد.